اگر با شخص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون کسی که در رأس یا در صدر این اینستیتوت ایستاده است توجه کنیم، در حقیقت در تاریخ دولتداری ما امام علی رحمان توانست که تمام جنبه های مثبت این اینستیتوت دولتداری را تطبیق کند و در این چارچوب، در چارچوب همین اینستیتوت تواند که مسئله های اساسی تاریخی دولتداری ما را حل کند. ما یک دولتی هستیم که بعد از فروپاشی شوروی مسئله های بسیار جدی تاریخی داشتیم. غیر از اون مسئله های ثبات و امنیت، مسئله دولت شدن بود، مسئله جایگاه خود را در صحنه جهانی پیدا کردن بود، مسئله ملت را دوباره احیا کرده با اون تمدن بزرگ تاریخی خود پیوست دادن بود، مسئله معرفی تاجیکان همچون یک ملتی با تمدن در صحنه جهانی بود. بنابراین زیر رهبری امام علی رحمان همین مسئله های اصولی تاریخی ما حل خود را یافته است. البته بار دیگر میگیم که مسئله های اجتماعی موجودند، مسئله های جاری موجودند و فعالیت پرزیدنت هم برای حل همینها روانه شده است. اما ما در همین لحظه، در همین روز 16 نوامبر سال 2019 که با شما صحبت میکنیم، با باوری گفته میتوانیم که مسئله های اساسی دولتداری ما حل خود را یافتند و اکنون ما مرحله برقراری و احیای دولت را جنبست کرده ایم و اکنون به مرحله رشد استوار دولتداری گذشته ایم. بنابراین اگر شما برنامه های سالهای پیش را بینید، بیشتر خصوصیت ایدئوی، اصولی، دولت سازی داشتند، ولی اکنون برنامه های نوین بیشتر خصوصیت صنعتی، انرژتیکی، رشد اجتماعی و غیره دارد. این معنای اینو دارد که دولتداری ما به مرحله صفتا نو گذشت. اگر در مرحله اول دولتداری تا زمان معین پرزیدنت نسبتا زمینی بود، با ایرادها درست مناسبت میکرد، تدریجا جهت اصلاح آنها کوشش مینمود و تا یک اندازه رابطه خوب با جامعه شهروندی نیز داشت. همزمان چون مرحله اول دولتداری زمینه های دولتداری معاصر، معین نمودن ارزش ها، تشکل ساختارها و غیره ها را تقاضا میکرد، بیشتر با این کار مشغول شد و من بعد قانون ها را نیز تهیه کرد و پیشنهاد نمود، طریق البته دستگاهش و نهادهای مربوطش، تا که زمینه‌های حقوقی به وجود بیاید و پیامدهای عملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون نهاد مهمی دولتداری را هر فرد تاجیکستان احساس کرد، یا زندگیش بهتر شد یا بدتر شد. احزاب سیاسی نیز احساس کرد، یا فعالیت هاشون فراتر بودند یا محدودتر شدند، از جمله با در نظر داشت اشتراکشان در انتخابات ها، رای پرسی ها و در اداره دولت و حیات سیاسی. باعث تأسف است که وقتهای آخر دایره های محدود و تحت تاثیر آنها رهبری دولت قرار دارد و موافق مقصد می بود که در رابطه با آرمان‌های دولتداری معاصر تاجیک، تحکیم نهادهای دموکراتی، تشکل جامعه شهروندی، گسترش رویه‌های گوناگون و از جمله اصلاحات معارف، کم کردن پدیده و ظهورات‌های نامطلوب مثل کروپسیا، کمبودی‌ها جهت انتخاب جابجاگذاری کادرها و تطبیق ثمرناک قانون‌های قبول شده که بیشتری آنها همچون سوبیکت تشبث قانونگذاری از جانب پرزیدنت یا حکومت یا احزابی که تحت تاثیر او قرار دارند تهیه و قبول شده‌اند متوجه شود و تفاوت قانون‌ها و صنعت‌های قبول شده
و مورد عمل قرار دادن آنها هر چقدر کم شود و اینچنین شماره مهاجرین کاری در خارج کشور به طور قابل ملاحظه کمتر و بیشتر عائله ها پره شود، هم از نقطه نظر اخلاقی و هم اقتصادی و سیاسی و امنیتی به منفعتی کار می شد. جهت مثبت به همه روشن است و چند بار تاکید کرده شد که این پیش از همه امضای سازشنامه صلح و تامین کردن ثبات سیاسی و متمرکز بودن دولت حکومت در تاجیکستان، چون که شما میدونید که همون اصلا تاجیکستان تقسیم شده بود میان کمدان‌های مختلف صحرایی که با قانون شکنی مشغول شده بودند و حکومت مرکزی رو اعتراف نمی‌کردند. این مسئله حل شد، یعنی این مسئله مثبت. اون اطراف‌هایی که نسبتاً سوالناکن، این پیش از همه تامین کردن ثبات اقتصادی، چون که روشن است که ثبات اقتصادی و در پایه اقتصادی ثبات سیاسی پیش از همه این در زمینه ثبات اقتصادی قرار دارد.